آبخیزی در فصل تیر ماه و در شمال تاجیکستان. دهها گکتار شالیزار در ولایت سوخت زیر آب مانده است. دهقانان نگرانند که حاصلشان تلف می‌یابد و قیمت برنج هم بالا می‌رود. حاصل می‌گرفتیم 30 تن شالی می‌گرفتیم اینجا. 30 تن شالی 22 تنش برنج بشود. برنج من بازار پنجشنبه می‌فروختیم. می‌فروختیم من از آن می‌شد. من ممکن حاصل ندارد ممکن سال نخوب بتاشه میشد. عبدالجبار غفوروف در خواجگی دهقانی خواجه سرکار در ناحیه باباجان غفوروف 6 گکتار شالی دارد. مثل او شالی پروران دیگر ناامیدانه به کشتزارهایشان می‌نگرند و نمی‌دانند چگونه حاصل را نجات دهند. من 10 روزه دنیا اوبنده ایساس. 10 روزه اكو خدای خودش می‌داند چی اولنده چی. این شالیزارها در کنار رودخانه سیر هستند. از بس که آب زیادی به آب انبار قیراقم جاری شده است، مقامات برای مانع شدن بر رخنه سد آب زیادی را یکباره سر دادند. در این طرف بستن ساحل و کوشش برای حفظ دهها گکتار شالیزار ادامه دارد. تا همه آب زدگی جایه 3 روز بودم و 4 روز همجا رسان حرکت داشتیم که تیستر بندیم و چینیم با گشته پالیستگیم های گیریم همین دیگر و ایمان نیست. با گفته دهقانان حدود 100 گکتار شالیزار در ناحیه‌های غفوروف، رسولوف و سپیتامین زیر آب ماندند و احتمال حاصل نابود شود. بسیاری از دهقانان نمی‌دانند که زیانشان جبران می‌شود یا نه، اما عمیق می‌دانند که امسال برنج محلی که طلبکار زیاد دارد گرانتر خواهد شد.